من یک مسئله رو خدمت شما بیان بکنم. الان یک چیزی به نام هوش مصنوعی است، درست؟ هوش مصنوعی مثلا چت جی بی تی و مثل ده ها بلکه صدها برنامه‌های دیگری که امروز آمده. امروز محل علمای اهل سنت فارسی زبان از هوش مصنوعی کجاست؟ چرا امروز علمای ما، دعوتگران ما در زمینه هوش مصنوعی کار نمی کنن؟ امروز شما برید از هوش مصنوعی حکم بپرسید، بر اساس مذهب شیعه جواب میده. برید از اون سوال عقیده بکنید، بر اساس مذهب شیعه جواب میده. برید هر سوالی بکنید، بر اساس مصادر شیعه جواب میده. چرا؟ چون که همین 7-8% امت اسلامی که شیعیان هستن، اینها آمدن کار کردن و اعتقادات خودشان را در هوش مصنوعی داخل کردن و ما اهل سنت فارسی زبان، عرب ها رو نمیگم که ماشاءالله تبارک الله خوب کار کردن. امروز هرچه در عربی بنویسی بر اساس عقیده اهل سنت برات میاره. چرا؟ چون خوب کار کردن. اهل سنت فارسی زبان کار نکردن و امروز مثلا یک جوان دانشگاهی ما که میخواد مثلا در مورد توحید اطلاعات حاصل بکنه، میره وارد چت جی بی تی میشه، میگه در مورد توحید به من اطلاع بده. چت جی بی تی میره از مصادر شیعه میگیره، توحید رو برای معرفی میکنه. بابا در یکی از گروه های واتساپ شخصی که مدیر گروه هست، یک دعوتگر، یک آدم خیلی خیلی آدم به اصطلاح با حس، با آدم با این، اومد یک روزی یک متنی رو از کتاب بحرالانوار پست کرد. من تعجب کردم، گفتم حتما این میخواد اینو نقد بکنه. بعد نوشتم برای خصوصی براش نوشتم، برادر این برای چی گذاشتی؟ گفت چقدر احادیث زیبایی بوده این. گفتم میدونی این کتاب از کی است؟ گفت از کی است؟ گفتم این کتاب بحرالانوار مجلسی است. بله. میگه این کتاب شیعه است. گفتم من فکر کردم کتاب اهل سنت است. گفتم از کجا گرفتی این رو؟ گفت از هوش مصنوعی گرفتم. ببینید برادر عزیز، امروز علمای ما، امثال شما، دعوتگران، جوانان، مثلا به طور مثال ما کتابخانه عقیده رو 20 سال پیش تقریبا تأسیس کردیم. الان بیش از شاید 1400-1500 کتاب داخلش هست. هوش مصنوعی پسر عمه و پسر خاله و پسر دایی من و شما نیست. اینترنت، گوگل با ما روابط خویشاوندی نداره. شما وقتی چیزی رو از گوگل میپرسید، از هوش مصنوعی میپرسید، بر اساس داده های خودش میاد به شما اطلاعات میده. وقتی که ما عقیده خودمان را، عقیده اهل سنت رو در گوگل، در ویکیپیدیا، در چت جی بی تی، در هوش مصنوعی ما اضافه نکنیم، مثلا مصدر معلومات چت جی پی تی کجاست؟ ویکیپیدیا است اکثرا. در ویکیپیدیا ما نمیتونیم که کسانی که با فناوری جدید آشنایی دارن، با کامپیوتر آشنایی دارن، اینو که از مولای مدرسه خود نمیشه که درخواست کرد. او بیچاره خود خبر نداره، کامپیوتر رو نمیتونه روشن بکنه. امثال شما جوانها همین کتاب ها رو میتوانید در ویکیپیدیا اضافه بکنید. همین اطلاعات رو میتونید در صفحاتی که هست در گوگل و در چت جی پی تی در اینا اضافه بکنید. چون هر چی که شما اضافه کردید، فردا اگر برادر شما آمد سوالی پرسید، بر اساس همین اطلاعاتی که شما وارد کردین، هوش مصنوعی بهش جواب میده. متوجه هستید؟ پس در این زمینه باید ما کار بکنیم. خیلی خاصتا جوانانی مثل شما که با کامپیوتر، با تکنولوژی آشنا هستید، وظیفه شماست، این واجب است برایتان. بفرمایید، الان من میشنوم از شما. والا استاد من میتونه کارا رو، اتفاقا خونه وای فای دارم، کامپیوترم درست حسابی هست، گوشیم جدید گرفتم، میتونم این کارو، ولی نیاز به یک راهنمایی دارم استاد. کسی نیست که راهنماییم کنه. آیت الله گوگل، آیت الله یوتیوب. شما در یوتیوب بنویسید روش اضافه کردن اطلاعات در ویکیپیدیا، براتون میگه. امروز باور کنید هیچ بهانه‌ای نیست، هیچ بهانه‌ای نیست، نه برای دعوتگر، نه برای یک جوان مسلمان. ما با دعوتگر باید باشیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بدون شک استاد. و روایتی که مثلا میاریم استاد، من اول خودم میدم بررسی میکنم، میبینم اگر حدیث نیما آوردن، این قیچی بدستان رو استاد، این قیچی بدستان همه میشناسن، از اون پتوماتش بگیر تا فلان و قیچی بدست، فقط قیچی، قیچی گون. متوجه هستین چی میگم دیگه استاد؟ بله کاملا.
این قیچ به دستان من خوب میشناسم که یک متن رو یک جای میگیرن بعد میارنش اونجا، والا ببینید فلان عمر گفته خب قبل بعدش بکن. و بعضی از این احادیث نیست استاد، بعضی متن ها هست که نظر به قبل و بعدش ترجمه میشه. این متن های عربی رو من نمیدونم که از کجا تا کجا بگیرم تا منظور اینو بفهمم. این مشکلات هم داره. من بیشتر اوقات شما مکتب شامله رو نشون دادید، من از مدرسه فقاهت استفاده میکنم که همه کتب ها رو داره، همونجا استفادهش میکنم. درست. مدرسه فقاهت باز میدونید که سایت اهل سنت نیست. بله ولی بیشتر مردم میگن که بی‌طرف خوبه کارش. منتها من به هیچ عنوان به نرم افزارهایی که شیعیان درست کرده باشن اعتماد نمی کنم، چون در اینا خیانت میکنن. مثلا شما یک متنی رو در اصل کتاب بهارالانوار هست، شما برو در صفحه مثلا شیعه لایبرری در اونجا سرچ بکن، اون متن نمیاد. چرا؟ چون همین جایی که مثلا میدونن که اهل سنت بر علیه ما از اون استفاده میکنن، اینها رو نمیدونم چیکار کردن که در سرچ کردن ظاهر نمیشه و خیانت میکنن. به خاطر همین نباید در مصادر علمی به اینها اعتماد کرد، چون امتی هستن که کتابهای خودشون رو تحریف کردن. من در هفته گذشته نشان دادم. بله بدون شک. و این موضوع هست استاد بهار، و یک موضوع گفتیم بهارالانوار. خواهش استاد بهارالانوار نگه بهار ظلمات بگیم. این طرف بیکار بوده، من نمیدونم اسمش چیه اون مؤلفش، بیکار بوده هی کتاب نوشته. تو فکر کن 110 جلد الان، یعنی هر جلد اون 500 صفحه باشه، شما فکر کنید چقدر بیشتره. و یک روایتی داره استاد بزرگوار، من و اگر گفتم ناراحت بشین، من شما رو به حیث برادر بزرگ خیلی دوست دارم. واقعا این محبت سلامت باشید. و نیازی ندارم دروغ بگم، شما موقع منو اطلاعات ندارید، من قلبا شما خیلی دوست دارم و تلاش میکنم در همین 6 ماه هیچ برنامه شما رو از دست ندم. والله بالله قسم میخورم که تلاش میکنم از دست ندم و شما رو قلبا دوست دارم و همیشه تلاش میکنم زنگ بزنم فقط با شما همکلام بشم، سوال جواب بگیرم نگیرم، همکلام شدن برای با شما به من بزرگترین افتخار هست.